بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه إرغاما لمن سب وشتم ورفض. اللهم عليك بالرافضة السبابين الشتامين، شتت شملهم، مزق جمعهم، أزل دولهم، واجعلهم أحاديث، ومزقهم شر تمزيق، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح بهترین سخن به فضل و منت خداوند رسیدیم به آیه شریفه 45 از سوره مبارکه ابراهیم علیه و علی نبینا الصلاة والسلام. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. شما ظالمان ستم پیشکار نشیمن گزیدید در آن دیار. آن یادم اول انقلاب حضرت مولانا عبدالعزیز خدا رحمتش کنه، اخوی گرامی، به خامنه همین آیه رو خوند. شما ظالمان ستم پیشکار نشیمن گزیدید در آن دیار که مردان پیشین آن سرزمین ستمکار بودند خود همچنین
شما گرچه دیدید با چشم خویش، ستم پیشگان را چه آمد به پیش؟ به سرپنجه مرگ و با خشم و قهر، چه آمد بر آن ظالمان روی دهر؟ ولی باز عبرت نجستید از آن، به غفلت بشد طی بهار و خزان. هر آنچه بر آنها شدی سرنوشت، به تمثیل یزدان شما را نوشت. که بالاترین مکر خود را که بود، ببردن در کار اما چه سود؟ که در پیش تدبیر یکتا خدا، همه مکر آنان بود بر فنا. اگرچه که با مکر خود کافران، کنند از زمین کوه های گران. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا. شاید قریب اتفاق شما به موزه ها رفتید، آثار رو دیدید، آثار تدمر در سوریه، آثار تدمری ها کجاند الان؟ زیر خاک. به آثار رومی ها، خود رومیان کجان؟ زیر خاک. آثار فرعونی مصر، حرام ها، خود فرعون ها کجان؟ زیر خاک. تخت جمشید، خودشون کجان؟ زیر خاک. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم. شما جایگزین شدید، نشستید، مسکن گزیدید در مساکن کسانی که بر خود ظلم کرده بودند. خداوند بنا به حکمت‌های بالغی بعضی از این آثار رو به جا گذاشته تا درس و عبرتی باشه، تا موعظه دردناکی باشه بر همه. و تبین لکم کیف فعلنا بهم. و براتون واضح شد که ما چگونه با آنها رفتار کردیم. همه من شما در محیط خودمون حتما اشخاصی را دیدیم، دوستی، همسایه‌ای، که از حد معقول تجاوز کرده، خداوند ازش انتقام گرفته. حتما من شما قصه ها از این سراغ داریم. کسی که سرمست قدرت بوده، ایرانیان شاه دیدن و شاید خامنه‌ای را ببینن. همین ایرانیانی که خمینی را میگفتن در کره ماه عکس شو دیدن، الان لعنتش میکنن. و خداوند مثال میزنه. و ضربنا لكم الامثال. ببینید دوستان، هم این هستی، این کائنات، هم قرآن، هم حوادث روزانه‌ای که رخ میده، همه اینها آیه های روشنی داره که خداوند از ظالمان انتقام میگیره. و ضرب الله مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة. خداوند مثال میزنه شهری را که در امن و امان بود، رزقش به فراوانی از هر جا میرسید. نعمتهای خداوند کفر ورزید، فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. به خاطر آنچه که انجام دادن، خداوند لباس گرسنگی و ترس و پوشاندشون. همه اینها مثال های روشنی است. یعنی که هم قرآن از حقایق من شما خبر میده، هم این هستی و هم حوادث روزانه. همه اینها از حقایق این هستی سخن میگه. این کائنات با همه اون چی که داره، درش آیه های بیانیه هست، درش نشانی های واضحی هست. قرآن کریم آیات روشنی داره. گذشت روزگار آیه های روشنی داره. همه اینها با همدیگه مطابقت داره و همه تأکید و تایید این مطلبه که خداوند از ظالمان غافل نیست. شاه کجا رفت؟ مبارک کجا رفت؟
زین العابدین کجا رفت، قذافی کجا رفت، چاوشسکی کجا رفت، شوروی کجا رفت. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم. سکون آرامش، اطمینان، هیچ ناگواری درش نباشه. ولذا همسر در اسلام به عنوان مسکن، به عنوان آرامش یاد شده. خانه سکنه. اینجا خداوند سبحانه و تعالی از مساکن کسانی حرف میزنه که بر خود ظلم کردن، کفر ورزیدن، شرک ورزیدن، بت پرستی کردن، بر مردم ظلم کردن، پیر پرستی و پاتال پرستی کردن، بزرگ پرستی کردن. همین کاری که الان خامنه‌ای و شیعیان و بعضی از صوفیان انجام میدن. معنی این سخن چیه؟ معنیش اینه که آیا از گذشتگان عبرت نگرفتید؟ شما قریشی ها که سفرهای زمستانی و تابستانی میرید به طرف شام، به طرف یمن، آیا مدائن صالح رو ندیدید؟ اینهایی که با کفر و شرک بر خودشون ظلم کردن. احقاف در اردن ندیدید؟ ندیدی که با قوم عاد چه شد؟ همه اینها دچار عذاب الهی شدند. بعضیاشون با باد سرسر، بعضیاشون خداوند از آسمان سنگ بارانشون کرد، بعضیاشون صیحه و فریادی برشون بلند شد که غرق شدند، خفه شدند. بعضیاشون مثل آل فرعون خداوند در دریا غرقشون کرد. هر قومی را خداوند به گناهی که انجام داده بود عبرت داد و گرفت. وقتی خداوند وعدش در این دنیا در عذاب بعضی از اقوام صدق پیدا کرده، چرا از اون عبرت نمیگیرید؟ چرا خامنه‌ای از شاه عبرت نمیگیره؟ و وقتی که خداوند از عذاب آخرت حرف میزنه پس حرفش راسته. اینجا وقتی میفرماید و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، در آیه دیگر میفرماید که در سوره صافات و انکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل افلا تعقلون، شما صبح و شب بر این آیات رد میشید، آیا تعقل نمی کنید؟ این نشانی های آثار باستانی که قبل از شما مردم اقوام قبل از شما به جا گذاشتن و بر خود ظلم کردن با کفرشون، با شرکشون، و خداوند برشون عذاب نازل کرده. اینجا هم وقتی میفرماد که و تبین لکم کیف فعلنا بهم، و براتون واضح شده که چطوری باشون رفتار کردیم، و ضربنا لکم الامثال، براتون مثال زدیم. شما وقتی در سرزمین قوم عاد میرید، تمدنشون رو میبینید. خداوند درباره قوم عاد میگه که در سوره مبارکه فجر آیه 7 و 8 ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها بالبلاد، قصرهایی دارای ستونهای عظیمی که در دنیا مثلش دیده نشده و هنوز آثارشون کشف نشده، همچون زیر خاکه. هر چیز که زیر خاکه یعنی که شامل غضب خدا شده. از این نمونه ها خداوند موعدی میذاره برای وقتش که ظاهر بشه تا اهل زمین ازش عبرت بگیرن، و این وقتی رخ میده که الحاد رشد بکنه، بیدینی رشد بکنه، و اقوام سمود و تمدن سمود و کشف شده، همچنین بعضی از تمدن فراعنه که در علم و تکنولوژی از همه تمدن ها سبقت گرفته، لیکن با این حال اونو ندونستند و نتوانستند که چطور این آثار رو از نابودی حفظ کنند. هنوز مردم سوال میکنند که چرا مصری های قدیم تجربه تمدنیشون رو نتونستند به جا بذارن، چه نوشته چه غیر نوشته، تا بشریت بفهمه کنه چطوری به این تمدن رسیدن. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم
و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال. خداوند اینجا توضیح میده که وقتی که بخواد عذابش بر قومی نازل بشه، بخصوص اونهایی که معاصران رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند، بروید این آثار رو نگاه کنید که به خداوند کفر ورزیدن، به رسالت ها کفر ورزیدن، از امامت دروغین هیچ خبری نیست. سابقا اینایی که با رسولان جنگیدند و کفر ورزیدن، ما چگونه باشون رفتار کردیم؟ برشون چه رخ داده؟ بر شما نیز چنین رخ خواهد داد. مثال به این خاطر زده میشه که یک چیز حسی رو آدم در ذهنش نزدیک کنه، به اذهان که یک چیز معنویه نزدیک میشه. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. اونا مکرشونو کردن، توطئهشونو چیدن، چارهشونو کردن و مکرشون پیش خداوند واضحه. اگرچه مکرشون چون قوی باشه، کوها رو نابود کنه. یعنی این کافران، دشمنان رسولان، تا روز قیامت همچنان بر علیه رسالت و مؤمنان توطئه میچینن. چرا بر علیه امامت توطئه نمیچینن؟ بلکه امامت از توطئه خودشونه. ولذا وقتی کافری آمد بر علیه مسلمانان جنگید، انسان تعجب نکنه. این سنت خداوند در مخلوقاتشه. حق و باطل همیشه در جنگه و خداوند خواست هر کسی رو بهش داده و به هر کسی اختیار داده که در راه حق بره، در راه باطل، در راه خیر بره، در راه شر، بر صراط مستقیم بره یا بر صراط منحرف. لیکن هر عملی یه پاداشی داره و این دنیای ابتلا و امتحانه. همه ما و شما رو بر همدیگه امتحان قرار داده. ولی گفته شده، حدیث نیست، گفته شده که ایمان انسان کامل نمیشه مگر اینکه به 4 چیز مبتلا بشه. یکی که جاهلان دشمنش بشن، طعنه بهش بزنن، دوستانش سرزنشش بکنن، ملامتش بکنن، دشمنانش شماتتش بکنن، عالمان برش حسد بورزن. پس اینکه جاهلان بر کسی طعنه بزنن، دشمنان شماتت بکنن، عالمان دنیا پرست حسادت بکنن، بعضی از دوستان ملامتش بکنن، این سنت های راهه، توشه راهه. و هیچ کسی بیشتر از پیغمبر علیه السلام که از قوم خودش دیده ندیده. و یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. ای محمد، کافران بر علیه توطئه خواهند چید تا اینکه تو رو، تصمیم تو ضعیف کنند یا بکشند یا تبعیدت کنند، اخراجت کنند از شر. اونا چاره سازی میکنند، خداوند چاره سازی میکنه و خداوند خیر الماکرینه. یعنی اینکه توطئه کافران برای مؤمنان همیشگیه، ولی قدرت توطئه در کجای؟ در کتمانشه، اینکه پنهان باشه. مثلا اگه پادشاهی فرمانده لشکرش میخواد بر علیهش توطئه بکنه، کوتاه بکنه، خب که این توطئه خنثی میشه وقتی که نقشه کشف بشه. دوجن که پادشاهی نقشه رو بدونه تمام میشه. یعنی قدرت توطئه نقشه چینی در مخفی بودنشه. خب خداوند که هیچ چیزی ازش مخفی نیست، دشمنان هر چقدر میخوان توطئه بکنن، هر توطئه که بکنن پیش خداوند
معلوم واضحه. خداوند در افکار مطلعه، در قلوب مطلعه. یکی از مشرکان گفت که ای صفوان ابن امیه، اگر دو نفرین با هم در صحرا، اگر وام هایی که برگردن هست نمی بود. ببینید که جاهلان مشرکان دوران جاهلی از وام می ترسیدن. امروز دعوتگران دوزی می کنن. دعوتگران دوزی می کنن. ما چندین نفر امتحان کردیم. اگر وام هایی که برگردن هم نمی بود، فرزندانی که من از یتیم بودنشون نمی ترسیدم، لذهبت و قتلت محمدا و ارحتكم منه، می رفتم مدینه، محمد رو می کشتم و شما راحت می کردم. اینا رو در خارج از مکه میگه، هیچ کسی نمیشنم اینو. صفوان بهش میگه که اما فرزندان منن مادامی که من زنده ام و وامهات هر چقدر باشه به عهده من، تصمیم تو بگیر برو جلو. این شخص که عمر ابن وهب باشه میره به طرف مدینه و تصمیم گرفته که پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهیدش کنه، بلکه اولادش شخصی ضامن شده و صفوان ضامن شده و همچنین ضامن وامها شده. اومد شمشیرشو مسموم کرد، سوار بر سواری شد و سوی مدینه. عمر دیدش و فراستی که داشت گفت این عمره، این دشمن خداست، اومده که شری میخواد. با بند شمشیرش دست پاشو بست و بردش پیش پیامبر. گفت ای پیامبر، این عدو الله عمر قصد شر داره. پیامبر فرمود که ازش دور شو یا عمر. دور شد. آزادش کن. آزادش کرد، دست پاشو باز کرد. گفت ادنو منی عمر. ای عمر نزدیک بیا. نزدیک رفت. اجلس، بشین، نشست. سلم علینا، سلام بده. قال انت صباحا، صبح خیر ای محمد. بهش فرمود که بگو السلام علیکم. گفت که ما از جاهلیت دور نیستیم. گفت خب هنوز مسلمان نشده. ما الذی جاء بک الی هنا، چی چیز باعث شده که بیاید اینجا؟ گفت که اومدم که فدیه برادرام بدم، برادرام آزاد کنم. گفت خب این شمشیری که برگردنته برای چی آوردید؟ شروع کرد به منافق بازی. گفت این شمشیرها رو خدا بشکنه، اگر روز بعد چه نفعی به ما رسون؟ پیامبر فرمود که آیا تو به صفوان بن امیه نگفتید که اگر دینهایی که برگردنم هست و بچه هایی که دارم بی سرپرست نمی شدم، می رفتم و محمد را می کشتم و شما راحت می کردم؟ این فوری بلند شد گفت اشهد انک رسول الله، من گواهی میدم که تو رسول خدایی. گفت من این قول رو گفتم، هیچ کسی جز خدا ما را نمیشنید، پس تو رسول خدا هستی. مقصود این نیست. مقصود اینه که توطئه چینی روش دشمنان از قدیم و جدیده. صفوان بن امیه سرمسته که خبر خوبی براش میاد، خبر قتل محمد براش میاد و به قریش گفت منتظر خبر خوبی باشید، مژده خوبی باشید. یه روز، دو روز، سه روز، 4 روز، 1 هفته گذشت، هیچ خبری نیامد. اومد بیرون مکه ببینه که کسانی که از طرف مدینه میان چه میگن. که عمر چیکار کرده؟ خبری از عمر ندارید؟ گفتن چرا؟ عمر مسلمان شده. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. اونا توطئه میکنن و خدا من توطئه میکنه، اگرچه توطئهشون کوها را جا بکنه. چون
توتاشون و نقشاشون قوی باشه. این یک معناه. یعنی اگر انسانی یه توطئه چید و بر علیه دشمنش، خب اگر در مدت کوتاهی نقشش بر دشمنش فاش شد، ارزشی نداره. معنی دومش و عند الله مکرهم، یعنی که پیش خداوند مجازات مکرشون خواهد بود. یه شخصی به شما میگه که حسابت پیش منه، یعنی چی؟ یعنی من به حسابت میرسم. این معنی دومه. خب تا اینجا بمانیم، انشاءالله که همین آیه رو در جلسه بعد ادامه میدیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. فروش تریاک در افغانستان و دیده شدن برادر مخبر معاون رئیسی در افغانستان در این ویدیو به طور ناگهانی در هنگام خرید تریاک. بفرمایید. شما اینو نوشته کن دادم میگه کنه چند شد؟ یک 10 تا یک 11 تا 21 21 قال ما واحد قد مسكين ثاني هو السكيل يعني ده سيودو شوي ولكن باستشار في جرام ولكن اشترك بالكيلو 3 جرام يرالا 3 جرام بس لازم ناكل في الشيء دار وثلاث شيء باخي 2 كيلو ده ولا يجوز لا 2 كيلو لا كنت باخذ شو اللي ده انت واخذ كده هات كيلو ولایت تریاکی. آقای عبدالمتین امیری از بلخ. تو چیزی ننوشتیم. آقای بلوچی، علیکم السلام الله. چرا شبکهتون بند شده؟ نه شبکه باز بند نیست. خدا شما و بچه‌هاتون رو شفا بده.
آقای سلطان سرین دعوای فرشتگان بر سر علی دروغ محض. از امام سجاد سوال کرد دعوای آسمانیان سر چیه؟ فرمود دعوای آسمانیان سر علیه. گفت دعوای آسمانیان که جای خودش، این حدیث رو میخوام بشنوی. گفت نه دعوا تو آسمانیاست، دعوا سر 4 ملک مقربه، سر جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل. گفت چرا؟ فرمود جبرائیل داره فخر میفروشه به همه، میگه من از همتون بالاترم. زمان میگن چرا؟ میگه زمانی که خدا مرا خلق کرد گفت تو را خادم علی قرار دادم. میکائیل آمد گفت اسرافیل آمد گفت مقام من از تو بالاتره. گفت تو چرا؟ گفت زمانی که خدا مرا خلق کرد گفت تو را گهواره جنبان علی قرار دادم. میکائیل آمد گفت من از شما بالاترم. گفت تو چرا؟ گفت شب لیلة المبیت خدا مرا فرستاد گفت برو از طرف من خدا دو لب علی را ببوس. بالاتر اسرائیل آمد گفت من از همتون بالاترم. گفت چرا؟ گفت من ملک الموتم، جان هر مؤمن یا کافر رو که بخوام بگیرم باید برم از علی اجازه بگیرم، لذا روزی چند هزار مرتبه جمال علی را زیارت میکنم. نفهم اینجوری با این حماقت ها مردم رو سرکار میزان. خب اسرائیل چرا روح خود علی رو گرفت؟ داخل مقام حضرت حسین ببینید که شیعیان چیکار میکنن. لاک پشتی راه میرن. بت پرستی غیر از اینه، جاهلیت بدتر از اینه. این از جاهلیت مدعیان تشیع. به اشاره دیکتاتور وقتی حرف از نظام میزنه دقت کنید. حوزه‌های علمی به اشاره دیکتاتور وقتی حرف از نظام میزنه دقت کنید. به اشاره دیکتاتور وقتی حرف از نظام میزنه دقت کنید. حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند. خامنه ای از اینجا مادام العمر تبدیل به نظام دیکتاتوری حاکم بر ایران شد. خرداد 68 رفسنجانی از آیت الله خمینی نقل قول کرد که خامنه ای برای رهبری مادام العمر مناسبه. من خصوصی خدمت امام رفتم. نقل قولی که فقط رفسنجانی شنیده بود و الان خامنه ای 30 ساله که تلاش میکنه ثابت کنه رفسنجانی راست گفته. تو تازه ترین تلاش وبسایت رهبری یک فایل صوتی از خود علی خامنه ای منتشر کرده که خود اون، دقت کنید، خودش میگه خمینی قبل از مرگ به اون گفته شما رهبر بشوید. شما رهبر. دو نکته. اولا چرا آیت الله خمینی از طرفی تو وصیت‌نامه‌اش تاکید میکنه هیچ نقل قولی جز صوتی یا تصویری یا دستخط تایید شدهش سندیت نداره و از طرفی موضوع مهم جانشینیشو فقط تو جلسه شخصی و درگوشی به رفسنجانی و خامنه‌ای گفته. امام جمله‌ای درباره آقای خامنه‌ای گفتن، سندش منم. ثانیاً مگه علی خامنه‌ای تو لحظه انتخابش وانمود نمی‌کرد از انتخاب شدنش شگفت زده شده؟ پس چرا تو فایل صوتی جدیدش میگه خمینی به خودش هم گفته شما رهبر بشوید؟ دیکتاتورها اینطوری تبدیل میشن به نظام مادام العمر حاکم بر یک کشور. خداوند مثل قذافی باش رفتار کنه. رسد بلوچستان طرح رژیم برای ایجاد یک بندر جدید در دریای بلوچستان در راستای تغییر بافت جمعیت. معاون حمل و نقل
وزیر راه و شهرسازی گفت یک بندر جدید در کرانه دریای عمان علاوه بر بندر چابهار در مجاورت محدوده نفتی جرف تأسیس می شود و این طرح در راستای برنامه کلان تصرف سواحل بلوچستان به نام توسعه خوانده است. پیشتر اکبر ترکمن از برنامه ایران برای افزودن 5 میلیون جمعیت جدید در ساحل بلوچستان خبر داده بود. آقای عبدالحمید از روسیه: دکتر صاحب عزیز لطفاً ویدیو رو تا آخر دیده و اعتذار نظر کنید. نگوید ویدیو رو تا آخر بخش نکنید. حکم کسانی که برای حکومت ترکیه کمپانی میکنن سخنرانی سابق استاد دانشگاه کابل محمد معروف راسخ مدت 1 دقیقه. بسیار. بعضی ها میگویند درست است که اردوغان بد است ولی مخالفینش بدتر هستند و ما از بد و بدتر بد را انتخاب میکنیم. استاد محترم در این باره توضیح بدهید و همچنین علمای کرامی که برای اردوغان کمپاین میکنند و از او حمایت میکنند در مورد آنها حکم شریعت اسلام بیان کنید. این که اردوغان بد است و مخالفینش بدتر از ما از بد بدتر، این در کجای اسلام است؟ بگو تو را این یک قاعده عقلی ما بد داریم بدتر داریم. موقع که اردوغان بد نیست، اردوغان ترکیه رو آباد کرد، چرا بد باشه؟ کجای اسلام گفته که بد و بدتر؟ چه قسم بد است؟ تو بد خونه سیاه خو از جمهوریت دفاع میکنن، نظام سیکولر هستند، نظام سیکولر نظام این حد اکثر تواناییشه، حد اکثر تواناییش همینه، بیشتر این توانایی نداره. فاتقوا الله ما استطعتم، تا حد امکانتون از خدا ترس باشید. کفریست، از کفر حمایت کرد. آقا نظام فرعون نظام کفری بود، یوسف علیه السلام وزیرش بود. یوسف وزیر فرعون، از فرعون کسی بدتر هست؟ لا، تا رضایت با کفر است، از کفر حمایت کردن کفر از خروج از ایمان است. نه اینا نفهمیه، این حرفای دوایشه و نفهمیه. بد و بدتر، خب بدترش کافرتر و بدش هم کافر. مثلا این از کافر دفاع کردن و از او حمایت کردن خروج از ایمان است. نه آقای اردوغان کافر نیست. چرا کافر باشه؟ مسلمان، نمازخوانه، روزه بگیره، تا حد امکانش از اسلام دفاع میکنه. در دورانی که اردوغان اومد در ترکیه اسلام بسیار بسیار بیشتر رشد کرد. که اینها تنگ نظری های خود شماست. همچنین علمایی که برای اردوغان کمپاین وضوع حمایت میکنن در جمهوریت سیکولر، نظام سیکولر. اردوغان هر کس که به نظام کفری را تطبیق میکنه. کسی یعنی هر کس از اردوغان طرفداری کرد کافره؟ برای نظام کفری کمپاین میکنه، خروج از ایمان است. از همه را خارج از ایمان، مثل ایمان ارث پدریشونه. ایمان بیرون است. باید این فتنه کلان است، این نباید شرکت بکنه مسلمان. توبه بکند، با الله رجوع کند. بسیار خطرناک است. الله ما شما را از این فتنه ها نجات بده. این از متاسفانه از تنگ نظری و نفهمی خود شماست. مفتی عربستان علنا گفت که ترکیه دولت اسلامیه و هیچ عالمی که به لسان صدقی در امت باشه اردوغان رو تکفیر نکرده. آقای ابو عبدالله از گلستان: ظلم چه معناست؟ ظلم حق کسی رو به کس دیگه دادن. بالاترین شرک که حق خدا رو به کس دیگه بدید. اولین ظلم در تاریخ بشر از آن کیست؟ از قابیل که برادرش حابیل رو کشت. ظلم حضرت آدم علیه السلام: قال ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. اون ظلمش شرک نبود، اون ظلمش اینه که فریب شیطان خورده بود و بعدم توبه کرد. ظلم در این دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم به چه معنی است؟ اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کبیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اینجا حسنات الابرار سیئات المقربین از این بابه. آیا فکر و قرص زیاد هم نوعی ظلم نفس است؟ نه، فکر کردن نه، لیکن انسان خودشو تسلیم وسوسه ها نکنه. بنده این مشکل رو دارم که زیاد فکر میکنم که غالبا در امور دنیوی هستن و واسهش خودم رو سلب. این وسوسه
توکلت بر خدا بیشتر باشه. دوست دارم انسان با توکلی باشم. خداوند شما توکل بیشتر بده. آقای ابو خدیجه کشکوری بعد از 20 سال فوزیه صدیقی خواهرش عافیه صدیقی را در زندان ایلا تگزاس ملاقات کرد. این هم از دموکراسی امریکا. چه گناهی کرده؟ محاکمش که گناه کرده. فوزیه صدیقی میگوید بعد از 20 سال توانستم خواهر جگرگوشم را از پشت شیشه بسیار ضخیم ملاقات کنم. او از مرگ مادرمان بیخبر بود و بعد از شنیدنش با گفتن انا لله و انا الیه راجعون گلویش بغض کرد. انگار دیگر شمی برای اشریفتن نداشت. با گریه و زاری مکرران احوال اولادهایش را میپرسید. تمام دندانهای جلویش را از پرت شکنجه شکسته بود. درد و آه و ناله و ناامیدی چهره معصومش فوران میکرد. بسان زن 1000 ساله میموند که گویی قرنها شکنجه میشود. بعد از 2.5 ساعت ملاقات آخرین سخنش بود که برادران مسلمانان بگو تا به دادم برسند. ما آمدیم و او حالا تک و تنها هزاران کیلومتر دور از خانه مظلومانه پشت میله های زندان است، در حالی که هیچ دادرسی جز الله ندارد. یک لحظه چشمتان را ببندید و فقط تصورش کنید. عافیه صدیقی دانشمند هسته‌ای پاکستان و از معدود زنان شیمیدان جهان است که الله برایش چنین توانایی داده. بعد از آنکه دست رد همکاری به سینه امریکا زد، برایش پاپوش دوختند. او به اتهام دروغینی که هرگز به اثبات نرسید در جنگ کاذب علیه تروریسم در محکمه امریکایی محکمه او به 86 سال به حبس محکوم گردید. از نظامیان امریکایی در زندان باردار شد و بعد از شکنجه و تجاوز دیگر افتی برای عافیه پاکدامن نماند. چندی قبل شایعه مبنی بر وفات او در زندان منتشر گردیده بود. عافیه صدیقی ابتلای تمام امت و حکامشان است و جز دولت واحد اسلامی دیگر راه حلی برایش وجود ندارد. نه، این دولت واحد چه ربطی به این داره؟ شما چهره جواب نداشته. آقای لطیف رحمانی، من تلویزیون ندارم. منو به گروهتون اضافه کنیم. ما گروه نداریم. خانم نرگس میگه که ما هنوز شما رو پیدا نکردیم. حالا نمیدونم چه عرض کنم. آقای عزیز افغانی از فنلاند سوالی داشتم. اینجا فنلاند در تابستان هوا تاریک نمی شده. 6 ماه مانده غروب آفتاب است. چند ساعتی بیشتر شرط نیست. ما 6 و 7 کلان هوا روشن است. خورشید را کل روز داریم. در ماه 6 و 7 میتونید مغرب شب را جمع بکنید، چون شفق اونجا عشا داخل نمیشه در واقع. آقای ابو فاروق، دموکراسی امریکایی در افغانستان، کشتن اسیران توسط این ظالمان. روزمان شکر خدا که گذشت. Aldı,
نیگه بیاخ بشکاب نداره برو بیاخ بشکاب من نیست ولی داون شما رو جاش وقتی که ولی چنو مکمل ضربه به ولی ثابت هغه دایس دغه تنه مړ ډیر ثابت دلته ودرو مخامخ الوای کوي وای الوای کنه وای کنه وای ما به کنیم شده خداوند از شما بگیره. حاجی سلطان محمدی. سلام و مجدد به استاد فاتح صاحب عزیز. اگر همون واتساپ خود خورم برای ما لطفاً بفرستیم که اینجا استاد فاتح نیست، اینجا کانال توحیده. خب دوستان همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مکمل واضح میشه. کسی که صحابه کرام حکایاتش میخونه برش واضح میشه که صحابه چی منوال داشتن، چی طریقه در بین خود داشتن. صفات ظاهریشان برای ما واضح شد که وا تسلیم به دین بودن. اثر سجده و رکوع در سیمایشان دیده میشد. همیشه در نماز عبادت الله بالکل واضح میشد. الحمدلله امروز در تمام مساجد یک نفر که عقیده صحیح داره الحمدلله، یک نفر که محبت پیغمبر و طریقه پیغمبر در قلبش است، در بین مردم مکمل نمایان است. هر کس در هر مسجد میشناسه که آدم کدام آدم است. از نمازش، از حرکات نمازش شناخته میشه که رکوع، سجده، قیام، قاعده از این شخص به کدام سیستم است. الحمدلله این سیما یا این اثر الله متعال